سلام علیکم. همونطور که قول داده بودم اومدم بهتون مرحله سوم پلیوار رو آموزش بدم. اینجا رو اگه دقت کنین یه نخ زیره یه نخ رو. ببینید این روه، این زیر. از این زیریه رد میکنیم سوزنو، بعد میریم سمت چپ. اینی که زیر هست رو برمیداریم. فقط با گوشه ها کار داریم، با گوشه های نخ. خب از این گوشه میریم و میریم سراغ پایینی. همین صورت که میبینیم ببینید تو مرحله سوم فقط پایین کار رو ما پر میکنیم. فقط در صورتی میتونیم درست پرش کنیم که داربستش رو درست دوسته باشیم. به زیر و روی نخا باید دقت کنیم که دوخته دو مرحله اول. دو مرحله اول رو آموزش رو گذاشتم تو پیج، حتما اول اینا رو ببینیم و بعد این. منتظر آموزش آخرین مرحله پلیوار باشید.